This world is beyond cruelty. ویدیوی امروز هم به رسم هر هفته قرار درباره اخبار سینما، سریال و انیمیشن تو هفته‌ای که گذشت باشه. قبل از ادامه ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی و چنل رو هم سابسکرایب داشته باشی. خبر اول درباره فیلم مورد انتظار دون 2 یا همون تلماسه است. تو هفته گذشته 3 تا ویدیوی کوتاه از فیلم تلماسه 2 منتشر شد. این فیلم علمی تخیلی قرار 11 اسفند روی پرده سینماها اکران بشه. احتمالاً الان که دارید این ویدیو رو می‌بینید این فیلم اکران شده یا تا چند ساعت دیگه اکران میشه. نمرات این فیلم که توی سینما نیوز هفته گذشته بهشون اشاره کردیم قابل توجهن. همینطور نمره IMDb این فیلم هم 9.4 گزارش شده. کارگردان این اثر که قسمت 1 رو هم کارگردانی کرده گفته قسمت اول فیلم تلماسه فقط یه پیش‌غذا برای قسمت دوم بود. توی قسمت دوم دیالوگ‌ها کمتر و سکانس‌های اکشن بیشتر میشن. فصل دوم سریال بیف احتمالاً با حضور جک جیلنهال و ان هتوی ساخته بشه. فصل اول این سریال توی سال 2023 خیلی مورد تحسین قرار گرفت و مثل اینکه الان نتفلیکس و شبکه A24 تصمیم دارن تا فصل دوم این سریال کمدی رو با حضور 2 تا زوج متفاوت فیلم برداری کنن. اگرچه ساخت فصل دوم سریال بیف کاملا قطعی نشده ولی انتظار میره لی سونگ جین سازنده فصل اول برای ساخت اون برگرده. ولی به نظر میرسه که شبکه نتفلیکس و A24 به فیلمنامه‌های خوبی دست پیدا کردن. انتظار میره مراحل فیلم برداری و تولید فصل دوم سریال بیف از اواخر تابستون یا اوایل پاییز 2024 شروع بشه. تو هفته گذشته یه خبر گفتیم از عقب افتادن 1 ساله اسپیناف دنیای جان ویک به اسم بالریان. حالا که بالریان قرار 1 سال با تأخیر اکران بشه، سونی پیکچرز اعلام کرده که 4مین قسمت فیلم بد بویز با بازی ویل اسمیت و مارتین لارنس قراره تو تاریخ 18 خرداد 1403 به نمایش در بیاد. بخش اعظم فیلمبرداری این فیلم انجام شده. آخر همین هفته‌ای که گذشت فیلمبرداری بخش‌های باقی مونده تو ایالت فلوریدا شروع شد و انتظار میره که فیلمبرداری این پروژه حداقل یه هفته دیگه ادامه داشته باشه. همزمان با 18 خرداد که بد بویز 4 قرار اکران بشه، شرکت لایونز گیت هم از تأخیر پخش بالریان استفاده میکنه و نسخه ریبوت فیلم دکرو یا کلاغ رو روی پرده میفرسته. یه چیز جالب درباره این فیلم اینه که ریبوته و نسخه اصلی این فیلم محصول 1994 که برندون لی پسر بروس لی نقش اول رو توی اون فیلم ایفا میکرد. توی یه سکانس برندون لی با اسلحه باید به خودش شلیک میکرد ولی اسلحه به جای گلوله مشقی با فشنگ واقعی پر بوده و اون بعد از شلیک میمیره. به نظر میاد که لایونز گیت به ساخت ریبوت و ریمیک علاقه داره. طبق اخبار هفته گذشته شرکت لایونز گیت تصمیم داره تا 2 تا فیلم رو ریمیک کنه: امریکن سایکو و دد زون. در واقع این فیلم‌ها نسخه جدید و متفاوتی برای نسل جدید هستن. فیلم امریکن سایکو تو سال 2000 به کارگردانی ماری هرون تولید و اکران شد. این فیلم داستان پاتریک، مرد جوانی اهل نیویورک و معقول و خوش سر و لباس رو دنبال میکنه. اما پشت این چهره عادی یه هیولا قائم شده. پاتریک شبا کار واقعیش رو شروع میکنه و به شکار و کشتن ولگردا، زنای خیابانی و دوستاش میپردازه. فیلم دد زون به کارگردانی دیوید کراننبرگ تو سال 1983 روی پرده رفت که داستان جانی، معلم مدرسه و در آستانه ازدواج رو دنبال میکنه. اما طی یه حادثه اون مجروح میشه و به مدت 5 سال توی بیمارستان بیهوش میفته. بعد از به هوش اومدنش متوجه میشه که دچار یه حالت ماوراءالطبیعه شده. اونم به این شکل که طی تماس فیزیکی که با افراد داره یه سری رویداد و اتفاق در رابطه با گذشته، حال یا آینده اونها توی ذهنش میبینه. احتمالاً خبر ساخت سریال هری پاتر به گوشتون خورده. عوامل تولید و ساخت اعلام کردن که به تازگی یه ملاقات با جی کی رولینگ خالق سری هری پاتر توی لندن داشتن. سریال هری پاتر به عنوان یه پروژه 10 دهه‌ای توصیف شده و انتظار میره هر فصل اون به سراغ اقتباس یک کتاب از مجموعه مشهور جی کی رولینگ بره. از آخرین فیلم این مجموعه حدود 12 سال میگذره. طبق گزارش هالیوود ریپورتر، عوامل ساخت گفتن که سال 2026 رو برای شروع پخش سریال در نظر دارن. این هفته هم مثل هفته‌هایی که گذشت یه خبر داریم از انیمیشن پاندای کنگ فو کار 4. شرکت دریم ورکس پوسترهایی رو از این انیمیشن که قرار 18 اسفند اکران بشه منتشر کرده که با هم می‌بینیم. یه حرکت جالب دیگه‌ای هم که عوامل تبلیغ این انیمیشن زدن اینه که یه تیزر منتشر کردن و پور رو به دنبال چاشنی غذا تو دنیای تلماسه 2 نشون دادن. احتمالاً حالا که تاریخ اکران‌های فیلم تلماسه 2 و انیمیشن پاندای کنگ فو کار 4 اینقدر به هم نزدیکه، انجام این کار به ذهن سازنده‌ها رسیده. این ویدیو هم تقابل جنگجوی اژدها با آفتاب‌پرست رو نشون میده که خودش رو شکل پو درآورده.
My brother gave his life hunting the enemy. یه خبر هم بگیم از سریال ارباب حلقه ها. داستان این درام حماسی هزاران سال قبل از هابیت و ارباب حلقه ها اتفاق میفته. فصل اول این سریال توی سال 2022 شروع به پخش کرد و فصل دومش قراره تو سال 2024 از شبکه آمازون پرایم منتشر بشه. اما تو هفته گذشته یه سری خبر هم منتشر شده که مراحل اولیه ساخت فصل سوم این سریال شروع شده. هزینه ساخت فصل اول این سریال حدود 465 میلیون دلار بوده و قراره توی 5 فصل هم ساخته بشه. قسمت دوم فیلم آنچارتد آماده فیلمبرداریه. طبق مصاحبه‌ای که اخیراً با مارک والبرگ بازیگر نقش سالی فیلم آنچارتد انجام شده، اون تایید کرد که فیلمنامه قسمت دوم فیلم آنچارتد آماده است و حتی بهش گفتن که شروع به سیبیل گذاشتن بکنه. اولین قسمت فیلم آنچارتد تو ماه فوریه سال 2022 یعنی 2 سال پیش بود که اکران شد. توی اون قسمت فیلم مارک والبرگ نقش سالی و تام هالند نقش نیتن دریک رو ایفا کردن. این فیلم با اقتباس از مجموعه بازی‌های محبوب آنچارتد استودیو ناتی داگ تولید شده. قسمت اول این اقتباس سینمایی با هزینه 120 میلیون دلاری ساخته شد و تونست به فروش جهانی 407 میلیون دلار هم برسه. در حال حاضر کارگردان فیلم آنچارتد 2 و زمان اکرانش هم اصلا مشخص نیست. حالا که اسم استودیوی بازیسازی ناتی داگ اومد، یه خبر هم بگیم از فصل دوم سریال د لاست آف آس. اخیراً پدرو پاسکال یه مصاحبه انجام داده و درباره فیلمبرداری فصل دوم این سریال گفته که خیلی خوب پیش میره. اون معتقده که عوامل تولید و پشت صحنه سریال دارن حتی جدی‌تر از فصل اول این سریال کار میکنن. سریال د لاست آف آس با اقتباس از مجموعه بازی‌های ویدیویی با همین نام ساخته استودیو ناتی داگ برای شبکه HBO ساخته شده. فصل اول این نمایش که با اقتباس از بازی اول این مجموعه تولید شده بود، تو ماه ژانویه سال 2023 پخش شد. الان هم فیلمبرداری فصل دوم سریال در ونکوور کانادا در حال انجامه و قراره تو سال 2025 شاهد پخش اون باشیم. خب یه سری خبر کوتاه هم بگیم از هفته‌ای که گذشت. فروش فیلم پور سینگز این هفته از 100 میلیون دلار عبور کرد و به پرفروش‌ترین فیلم کارنامه لانتیموس تبدیل شد. فصل دوم سریال هاوس آف دراگون در 3 ماهه دوم 2024 پخش میشه. احتمالاً ماه ژوئن، یعنی مصادف با خرداد یا تیر. فروش جهانی فیلم انیوان باتیو با بودجه 25 میلیون دلاری که توش سیدنی سوینی بازی میکنه، تونست از 200 میلیون دلار هم عبور کنه. گفته میشه فیلم جوکر 2 بیشتر درباره هارلی کوینه و نقش اصلی فیلم هم اونه. پلیس فرانسه یه اسلحه خونه‌ای غیر مجاز رو تو خونه آلن دلون کشف کرده. پلیس گفته که 72 قبضه تفنگ، 3000 فشنگ و مهمات و یه میدون تیر تو خونه روستایی این بازیگر در پاریس پیدا کرده. آلن دلون 88 ساله ستاره سینما باید از خودش توی دادگاه دفاع کنه، چون که هیچ مجوزی برای حمل اسلحه با خودش نداشته. خب اینم از آخرین اخبار این هفته سینما. ممنون میشم که اگه از این ویدیو خوشت اومد اونو لایک کنی و اگه میخوای از آخرین اخبار سینما هم با خبر بشی، کانال رو سابسکرایب داشته باش. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.